برونئی کشوری اسلامی اما با نظام شاهنشاهی. فکر کن دعوت بشی تولد، به جای اینکه هدیه بدی هدیه هم دریافت میکنی، اونم یه مدال طلا. این دست و دلبازی فقط مخصوص سلطان برونئیه. اگه میخوای با واقعیت‌های بیشتری از این کشور آشنا بشی، تا انتهای ویدیو با من همراه باش. برونئی بهش میگن دارالاسلام، یعنی کشوری اسلامی یا خانه اسلام در جزیره بورنئو در جنوب شرقی آسیا که پایتخت آن بندر سری بگاوانه که از جنوب با مالزی و از شمال به دریای جنوبی چین پیوند داره و جمعیت این کشور کمتر از 500,000 نفره. وسعت آن 5700 کیلومتر مربعه و این کشور به 4 استان تقسیم شده. مردم این کشور به زبان مالایی، انگلیسی و چینی صحبت می کنند و اکثریت مسلمان هستند. کشوری کوچک اما دارای ثروت افسانه‌ای است. برونئی به عنوان یکی از مرتب‌ترین و با نظم‌ترین کشورهای اسلامی در جنوب شرقی آسیا به شمار میره. مردم این کشور رفتاری خاصی دارند. مساجد، مکاتب و مدارس آنها لباس خاصی داره و شما نمیتونید با لباس معمولی که بر تن دارید وارد مسجد شوید. و جالبه بدونید گنبد مساجد اونها از طلا ساخته شده. این کشور در قرن 17 اسلام را پذیرفت که از نوادگان سلطان اول یعنی سلطان محمدشاه و خانواده‌اش تشکیل شده. برونئی تحت فشار کشورهای اروپایی قرار گرفت که به دنبال گسترش نفوذ خود بخشی از قلمروهای خودش رو به بریتانیا واگذار کرد. به لحاظ اقتصادی این کشور به حدی رسید که در سال 1888 تحت حمایت بریتانیا شد. اگه بریتانیا از آن محافظت نمی‌کرد در قرن 20 به طور کامل نابود می‌شد و در سال 1929 به خاطر کشف نفت اقتصاد آنها برای همیشه تغییر کرد. در سال 1984 حکومت سلطان حسن البلکیا مجدد برقرار شد و به اندازه از صادرات نفت درآمد کسب کرد که به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به لطف ذخایر عظیم نفت و گاز شناخته شد. حسن البلکیا 29مین پادشاه برونئی است و نظام سیاسی در این کشور شاهنشاهی است و مردم به پادشاه این کشور سلطان میگویند. سلطان هم رئیس دولته و هم رئیس حکومت. جالبه بدونید سلطان وزیر دفاع، وزیر دارایی و وزیر اقتصاد هم هست و یکی از طولانی ترین دوران سلطنت در جهان پس از ملکه الیزابت دوم به شمار میره. او و مردمش برای سالگرد تولدش که 15 جولای هست جشن بزرگی به پا میکنند که توی این جشن رژه، مراسم آتشبازی، مسابقات ورزشی، اجرای موسیقی و کلی فعالیت‌های دیگه انجام میدن. حتی برای 50مین سالگرد تولدش مایکل جکسون را برای اجرا استخدام کرد که مجلل‌ترین جشن تاریخ به مدت 2 هفته طول کشیده بود که گردشگرها برای تماشای این جشن از سراسر جهان به این کشور می اومدن و تقریبا مهمانای اون حدود 300,000 نفر بودند که به هر 300,000 نفرشون مدال طلا داد. واحد پولی اونها دلار برونئی است. ثروت این کشور به حدیه که سلطان برونئی یکی از ثروتمندترین افراد جهانه. کاخ سلطنتی برونئی، کاخ نورالایمان، اقامتگاه رسمی سلطان برونئی است و همچنین مقر دولتشه که دارای 1788 اتاقه که نام اصلیش استان نورالایمانه که در رکوردهای جهانی گینس به عنوان بزرگترین کاخ مسکونی جهان نامگذاری شد. این تنها یکی از نمادهای ثروت این کشوره. سلطان بزرگترین مجموعه خودروهای کمیاب جهان رو داره که به ارزش 5 میلیارد دلار می باشد. بیاییم چند نمونهش رو براتون بگم که 452 تا فراری، 21 لامبورگینی، 179 تا جگوار، 209 تا BMW و 574 تا مرسدس رو جمع آوری کرده که منحصر به فرد و سفارشی شده برای خود سلطان ساخته شده. همچنین یک مرسدس بنز رو با روکش طلا رو داره. همچنین یک مجتمع چوگان گسترده به حدود 100 اسب رو داره. اکثر مردم جهان دوست دارند مقیم این کشور شوند چون کشوری آرام،
و از لحاظ اقتصادی در شرایط فوق‌العاده‌ای به سر میبره. به دلیل مسلمان بودن این کشور، مردم کشورهای عربی خیلی به این کشور سفر میکنند، رابطه خوبی با آنها دارند و بسیاری از آنها حتی در این کشور سرمایه گذاری های بسیار بزرگی را انجام دادند. خدمات آموزش و پرورش در تمام مقاطع و دکتر رفتنشون کاملا در این کشور رایگانه. زندگی در اونجا اونقدر خوبه که تمام مردم اون کشور سلطان و اعضای خانواده اش را بسیار دوست دارند. به خاطر همین مردم جای هیچ حق اعتراضی به سلطنت این پادشاه ندارند و اگر اعتراض کنند جرم محسوب میشه و با مجازات سختی روبرو میشن. ازدواج در این کشور بین مسلمانان و غیر مسلمانان ممنوعه. البته استثناهایی وجود داره که ازدواج افراد غیر مسلمان با مسلمانان کشور برونه‌ای باید ابتدا از وزارت امور دینی مجوز کسب کنند. مردم برونه‌ای به مهمان نوازی و خونگرمی معروفند. در بازارهای محلی انواع محصولات تازه و صنایع دستی به فروش میرسه. غذاهای محلی با طعم‌های منحصر به فرد تجربه‌ای فراموش نشدنی برای هر گردشگری را فراهم میکنه. جالبه بدونید در زمان عید سعید فطر سلطان درهای قصر خود رو برای تمام مردم کشورش باز میکنه و برای مردم غذا تهیه میکنه و مردم خودش رو اینجوری خوشحال میکنه. این کشور یکی از باسوادترین ملت‌های دنیاست، به طوری که 95% این کشور دانشگاهی و مقاطع تحصیلی دانشگاهی رو دارند. در این کشور پلتفرم‌هایی مثل فیسبوک و توییتر فیلتر نیست و مردم میتونند آزادانه استفاده کنند. تا به الان اگر از این ویدیو لذت بردید و کنجکاو هستید ماجرای بیشتری در مورد کشور برونه‌ای بدونید، حتما کانالمو سابسکرایب کنید تا با حمایت شما بتونم محتوای بهتری تولید کنم. مسجد عمر علی سیف الدین یکی از زیباترین مساجد جهان، نمادی از اعتقادات مذهبی مردم برونه‌ای است که گنبد آن از طلا ساخته شده. این کشور با حفظ و احترام به سنت‌هایش راهی مدرن را در پیش گرفته. همچنین روز جمعه به خاطر نماز جماعتی که می‌خوانند کل بازار کشور از ساعت 11 صبح تا 2 ظهر بسته است. حتی رستوران‌ها و تمام بیزینس‌ها در آن روز در این محدوده ساعتی بستند. جالبه بدونید که حجاب در این کشور اجباری نیست. در کشور برونه‌ای خدمت سربازی اجباری نیست و مردم کشور بیشتر به ورزش فوتبال علاقه‌مندند. همچنین یکی از چاق‌ترین جمعیت‌ها را در منطقه داراست، به طوری که 20% دانش آموزان این کشور اضافه وزن دارند. یکی از عوامل اصلی تغییر سبک غذایی و رژیم غذایی و سبک زندگی مردمش بوده که با افزایش ثروت این کشور از غذاهای سنتی و سالم به سمت غذاهای فراوری شده و پرکالری رفتند. در برونه‌ای میوه کمیاب خارگیل وجود داره که به عنوان پادشاه میوه ها شناخته میشه که گاهی وقتا بهش میگن خارگیل که به شکل گرد یا کشیده است. سرشار از ویتامین هاست و همچنین خواص بی‌نظیری رو داره که میتونید راحت با سرچ در اینترنت با خواص فوق‌العاده آن آشنا بشید. اگرچه نماد این ثروت در پایتخت برونه‌ای با ساختمان‌ها و مساجد با شکوه بیشتر به نمایش گذاشته میشه، اما این تمام واقعیت درباره کشور برونه‌ای نیست. تقریبا نیمی از جمعیت کشور خارج از پایتخت و در حومه شهره. در اونجا روستایی به نام کامپوکایر وجود داره که مردم هزاران خانه با چارچوب‌های بلند بر روی رودخانه بنا کردند. همچنین مساجدی با گنبدهای طلا، اونم با طلای 24 عیار و کلی مدارس ساختند و ساکنان آن با قایق‌های آبی تردد می‌کنند که روستای کامپوکایر یکی از جالبترین و پولدارترین روستاهای جهان به شمار میره. سلطان حامی جدی محیط زیسته و تعداد زیادی سازمان‌های خیریه هم تأسیس کرده. برونه‌ای با داشتن جنگل‌های بارانی بک و حیات وحش متنوع بهشت عاشقانه طبیعت. برنامه‌های حفاظتی گسترده‌ای برای حفظ این منابع طبیعی وجود داره که نشان از تعهد این کشور به حفاظت از محیط زیست رو داره. برونه‌ای کشوری که با تاریخ غنی، فرهنگ پویا، طبیعت بکر و ثروت فراوان هر بازدید کننده ای را شگفت زده می کند.
امیدوارم اطلاعات مفیدی در مورد این کشور دوست داشتنی گفته باشم. شاید یک روزی تصمیم سفر به این کشور را داشته باشی، حتما این ویدیو رو بازبینی کن. اگه سوالی داری یا نکته جالب در مورد برونئی میدونی، حتما در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذار. فراموش نکن که این ویدیو رو لایک و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما سابسکرایب کن.